اگه این کلیپو تو آخر ببینی بهت قول میدم دیگه اون آدم سابق نمیشه. بالت زایات و اینا میچرخی؟ خب زایات تو سطح آشغال مثلا ارزش داره سرتو خم میکنی عزیزم. زایات چیه؟ من 2 روز یه وعده غذا 2 روز یه وعده غذا خوردی؟ یعنی به خاطر غذا سرتو میکنی سطح آشغال؟ یه دقیقه وایسا. اتفاقی که امروز واسه من افتاد همتون دارید روزانه میبینید. روز به روز هم به خاطر شرایط بد اقتصادی داره تعداد اینجور آدما بیشتر میشه. ما خودمون داریم به سگامون گوشت و مرغ میدیم در صورتی که اینا دارن تو سطح زباله غذاشون رو پیدا میکنن، ولی با این حال اینقدر با شرفن که دزدی و گدایی نمیکنن. بیاید به هوای عیدم که شده دست به دست هم بدیم، به 10 نفر از اینا کمک کنیم. از غذا گرفته تا لباس و پول پشتی و هر چیزی که احتیاج دارن. هر کی هر چقدر در توانش هست واریز کنه. 100 تومن 200 تومن هر چقدر توانتون هستش. ما هم هر چقدر پول جمع بشه مستندشو میذاریم که ببینید پولاتون کجا داره خرج میشه. ان شاءالله برکتش به زندگیتون برمیگرده.